گام ها ثابت، اراده ها فولادین و عزم ها راسخ است. قلب ها مالامال از ایمان، امید و پیروزی و شوق شهادت. بینش هایشان اسلامی، اخلاقشان نبوی و احساساتشان عمری است. با نیروی ایمان بزرگترین قدرت مادی دنیا را به زانو درآوردند. در میدانهای اعداد سنگینترین تمرینات را تحمل می کنند. می خواهند در آینده نزدیک به یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی در سطح جهان مبدل شوند. مسیرشان مبهم و هویتشان ناآشنا نیست. در مسیر خالد ابن ولید، صلاح الدین ایوبی، احمد شاه ابدالی، میرویس خان و سایر پیشگامان تاریخ سیر می کنند. منشور دی فحق روان دی پاک لتبعیزا صاف لوحدات دی سپینی لشکاری سپینی مالات دی الله اکبر الله اکبر داک لعظمات داک لجلال دی لوری پرتم دی لوری مرال دی خدای لوروالی پریستر کمال دی پاک دی لکراکی پاک لنفرات دی پاک لتبعیزا صاف دا وحدات دی وارد یو موٹی طول یو قوات دی پاک لتبعیزا صاف دا وحدات دی سپینی لشکاری سپینی مارات دی الله اکبر الله اکبر توغ دا اسلامی حاس پا جہان کر حق عیان کر حق روشان کر